یکی از محوری ترین داستان‌ها تو باورهای آخرالزمانی اسلامی داستان مهدی و اون نشانه‌هاییه که گفته میشه قبل از اومدنش اتفاق میفته. میخوایم با هم با تکیه به منابع سنتی ببینیم این داستان چیه و این نشانه‌ها کدوما هستن. خب اصلا این نشانه‌ها چی هستن؟ چطور میشه فهمید که یه منجی موعود داره میاد؟ ببینید خیلی از فرهنگ‌ها و دین‌ها از یه رهایی بخش نهایی حرف میزنن، اما چیزی که تو منابع اسلامی جالبه اینه که خیلی دقیق و با جزئیات یه سری اتفاقات خیلی خاص و حتی دراماتیک رو توصیف میکنن. اتفاقاتی که میگن مثل زنگ خطری هستن برای ظهور اون شخصیت نهایی که قراره عدالت مطلق رو بیاره. خب برای اینکه بتونیم اون نشانه‌ها رو درست درک کنیم، اول باید بریم سراغ خود اصل داستان. یعنی ببینیم این شخصیاتی که ازش حرف میزنیم، مهدی، اصلا کیه و چرا در این روایت انقدر مهمه؟ طبق این باور، مهدی 12مین و آخرین امام از نسل پیامبر اسلامه. اما نکته کلیدی اینجاست. اون الان در وضعیتی به اسم غیبت به سر میبره. یعنی از چشم ما پنهانه اما زنده است. در واقع قرن‌هاست که زنده است و منتظر یه فرمان الهیه. منتظر اون لحظه خاصی که خدا برای شروع مأموریت بزرگش تعیین کرده. خب حالا این مأموریت بزرگ چیه؟ 3 هدف اصلی داره. اول، تمام دنیا رو پر از عدل و داد کنه. دوم، ریشه هر نوع ظلم و فسادی رو بشکونه. و سوم، یک حکومت جهانی بر پایه صلح و ایمان برقرار کنه. یعنی در واقع اون به عنوان راه حل نهایی برای تمام مشکلات و بی‌عدالتی‌های دنیا معرفی میشه. این هدف میشه گفت قلب تپنده کل این داستانه. خب، یه سوال خیلی مهم پیش میاد. کی؟ زمان ظهورش دقیقاً چه موقعیه؟ جواب اینه که هیچ کس نمیدونه. این یه راز الهی باقی مونده و فقط خدا ازش خبر داره. اما و این یه امای خیلی مهمه. با اینکه زمان دقیقش یه رازه، روایات پر از نشانه‌های روشنه. نشانه‌هایی که مثل قطعات یه پازل بزرگ وقتی کنار هم قرار میگیرن به ما میگن که اون لحظه داره نزدیک و نزدیکتر میشه. از بین تمام این نشانه‌ها روی 5 تاشون تأکید ویژه‌ای شده. به اینها میگن نشانه‌های حتمی یا قطعی. یعنی باور اینه که این 5 تا اتفاق دیگه شک و شبهه‌ای توش نیست و 100% قبل از ظهور رخ میده. بله، دقیقاً 5 تا. این عدد 5 خیلی مهمه. منابع خیلی روی این 5 رویداد کلیدی تاکید دارن. انگار که اینها یه جور شمارش معکوس نهایی هستن. 5 مرحله آخر که راه رو برای اون اتفاق بزرگ هموار میکنن. خب این 5 تا چی هستن؟ به ترتیب: اول، قیام شخصی به اسم سفیانی. دوم، قیام یمانی. سوم، یک ندای آسمانی. چهارم، کشته شدن یک فرد بیگانه معروف به نفس زکیه. و پنجم، فرو رفتن یک سپاه در سرزمینی به اسم بیدا. نکته مهم اینه که باور بر اینه که اینها یه توالی مشخص دارن. هر کدوم یه مرحله از اون فصل پایانی قبل از ظهور رو تشکیل میدن. وقتی به این نشانه‌ها نگاه می‌کنیم یه تصویر خیلی واضح جلومون شکل می‌گیره. تصویری از یه دنیای پر از هرج و مرج و درگیری درست قبل از یه طلوع بزرگ، یه تحول عظیم. انگار این یه قانونه که آرامش واقعی از دل بزرگترین آشوب‌ها و درگیری‌ها متولد میشه. خب، بیایید با 2 نشانه اول شروع کنیم. این دوتا پایه‌های یه درگیری بزرگ رو می‌سازن. از یک طرف سفیانی رو داریم. یک حاکم ظالم که از منطقه شام یعنی سوریه امروزی با خشونت قیام میکنه و نماد استبداده. از طرف دیگه یمانی رو داریم. یه رهبر صالح از یمن که مردم رو به سمت حق و حقیقت دعوت میکنه و نماد هدایته. پس میبینید یه تقابل کاملا مستقیم بین خیر و شر. یه نیروی ظلم از شمال و یه پرچم هدایت از جنوب. بعد از این درگیری‌های زمینی، نشونه سوم یه اتفاقیه که دیگه زمینی نیست، یه ندای آسمانی. روایات میگن یه صدایی از آسمون شنیده میشه که همه در سراسر دنیا اون رو میشنون و به سمت حق و حقیقت دعوت میشن. فکرش رو بکنید، یه رویداد کاملا جهانی، معجزه‌آسا و غیر قابل انکار. پیامی که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه من نشنیدم. و حالا میرسیم به 2 نشانه آخر که تحولات رو به اوج خودشون میرسونن و خیلی سریع پشت سر هم اتفاق میفتن. اول، یه اتفاق تراژیک و حرمت شکنانه. یک انسان بیگناه و پاک معروف به نفس زکیه در مقدس‌ترین نقطه زمین یعنی بین کعبه و مقام ابراهیم در مکه کشته میشه
و درست به دنبال اون یک مداخله الهی شگفت‌انگیز، سپاهی که سفیانی برای نابود کردن مهدی فرستاده، در بیابانی بین مکه و مدینه به شکل معجزه‌آسایی در زمین فرو میره. یه جنایت بزرگ و بعدش یه معجزه بزرگتر که دیگه هیچ جای شکی باقی نمیذاره. خب با کامل شدن این پازل 5 تکه، با اتفاق افتادن همه این نشانه‌های دراماتیک، سرانجام لحظه موعود فرا میرسه. ظهور اتفاق میفته و دنیا وارد یک مرحله کاملا جدید میشه. و اون نقطه شروع کجاست؟ شهر مقدس مکه. روایات به وضوح میگن که او در قلب جهان اسلام کنار خانه کعبه به طور علنی قیام خودش رو اعلام میکنه تا مأموریت جهانیش رو از همونجا شروع کنه. مسیر اصلاحات جهانی هم طبق روایات یه نقشه راه مشخص داره. اول ظهور و اعلام مأموریت در مکه، بعد اولین یاران و پیروانش همونجا کنار کعبه باهاش بیعت میکنن. مرحله بعد مرکز حکومت جهانیش رو به شهر کوفه در عراق منتقل میکنه و در نهایت از این پایتخت جدید پروژه عظیم برقراری عدالت در سرتاسر جهان رو کلید میزنه. این اقدامات اولیه هم اقتدارش رو تثبیت میکنه و همون مرکز صقلی رو به وجود میاره که قرار وعده عدالت جهانی از اونجا عملی بشه. و اینجا میرسیم به یک سوال اساسی. این داستان، این روایت درباره یک عدالت نهایی توی دنیای امروز ما که هنوز پر از بی‌عدالتیه و همه در جستجوی عدالت هستن، واقعاً چه معنایی داره؟ فارغ از باورها، این روایت در نهایت یک چارچوب از امید رو ارائه میده، یک چشمانداز برای دنیای بهتر. و چه اونهایی که بهش باور دارن و چه اونهایی که فقط به عنوان یک روایت بهش نگاه میکنن رو به فکر فرو میبره، به فکر درباره معنای واقعی عدالت در زمانه خودمون.